سلام بچه ها، من گلرخم. امروز میخوام راجع به یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما آدم ها داریم صحبت کنم. مقایسه کردن خودمون با دیگران. ما هر روز تو شبکه‌های اجتماعی زندگی آدم‌هایی رو میبینیم که انگار همه چیزشون کامل و بی‌نقصه. درآمد خوب، رابطه خوب، خونه خوب و خیلی چیزهای دیگه. و ناخودآگاه ذهنمون شروع میکنه به یک بازی خطرناک که چرا من این شکلی نیستم؟ چرا من از اونا عقب‌ترم؟ اما یک حقیقت دیگه هست، اینه که چیزی که ما نمیبینیم شکست‌ها و تلاش‌هاشه. چیزهایی که داخل اون عکس و ویدئو نیست. مقایسه کردن باعث نمیشه بهتر بشیم. باعث میشه دست از تلاش بکشیم چون فکر میکنیم دیگه دیر شده یا من به اندازه کافی خوب نیستم. ولی واقعیت اینه هر آدمی مسیر خودش رو داره. هیچ کس قرار نیست جای ما راه بره و تجربه های ما رو زندگی کنه. وقتی شروع میکنی خودتو با دیروزت مقایسه میکنی نه با بقیه، میفهمی که چقدر رشد کردی. پس اگه فکر میکنی از بقیه عقب افتادی، یادت باشه تو قرار نیست مثل هیچ کسی باشی. فقط باید نسخه بهتر امروزت باشی. جایی که باید خودت رو ببینی در مسیر خودته، نه در آینه بقیه. و این بزرگترین پیروزیه.